جایی که تیمور رحیموف پهلوان امیدبخش تاجیک در مرحله 4 نهایی در برابر تیمورلان باشایف قرار میگیرد. این ورزشگر قامت پست فدراسیون روسیه در دو مرحله گذشته نشان داده بود قدرت و توانش را. فن دوست داشته او همان سیوی نگ فن پرتابی است، ولی تیمور رحیموف در برابر این گونه حریفان تجربه پیروزی دارد. اصول های پایزنی می تواند برای تیمور رحیموف کمک کند و همچنین فن اوچیمت که بسیار خوب اجرا می کند. ببینید چگونه با مورد و در مبارزه کمیکات در تاچیوازا بسیار موفق ظاهر می شود تیمور رحیموف، اما اجرای اصول نمی کند. این ایوراردو گارسیا را مجبور می کند که در این مبارزه سراپای این ورزشگران یک امر من یا قوزمایی را من کند و با سبب کمکاری با هر دو ورزشگر کارد زرد جزا می دهد. تیمور رحیموف فن دوست داشته او تای آتشی است. اکنون موقعیتی خوب برای رحیموف و ببینید چی زیدی حمله هم صورت می گیرد با سمت مقابل، ولی زیدی حمله هم ببینید چگونه بود. کوچیگری ولی عملی که از سوی تیمور رحیموف بود اولین شده حریف با بالای تتمی افتید. اجرا کننده اصول تیمور رحیموف بود، ولی داوران اینجا خلاصه میکنند که هر دو ورزشگر در یک زمان آن واحد با بالای تتمی در افتیدند. از این لحاظ هیچ امتیازی نیست. دو حریفی از لحاظ داشتن فنون پرتابی و قدرت و توان با هم تفاوت داشته روی همدیگر هستند. تیمور رحیموف اجرای اصول ساتاگری و به همین ترتیب دو بار پیاپی اجرا کننده اصول بود تیمور رحیموف و این باعث به آن می شود که این داور مرکز از مکسیکا ایوراردو در مورد فعالی تیمور قضاوت کند. ببینید در هر مورد کوشش میکند تا زیدی حمله خوب هم نشان بدهد. اکنون موقع قپیدن بسیار خوب دارد تیمور رحیموف و ببینید دفاع ورزشگر فدراسیون روسیه و به همین ترتیب یک پایزنی جذاب و دیگر دهشی برای سه بار پیاپی اجرا کننده اصول تیمور رحیموف بود در بخش تاچیوازا سراپا، اما چرا یک شیدای دیگر بعد تیمورلان باشایف نمیدهند. رقابت ادامه می‌یابد. تیمور رحیموف در حال رسیدن به مرحله نیمه نهایی هست، اما فنون پرتابی سیاه نگه و زیدی حمله تیمور رحیموف ببینید به چه شکل صورت گرفت. اما اکنون قضاوت چی خواهد بود؟ نه، با شکم زد. رقابت ادامه دارد. تا اینجا بسیار عملکرد خوب داشت تیمور رحیموف. اکنون موقع خوبتر از کمیکات ولی برداشته زدن و وزری برای باشایف سمت چپ. اکنون بار دیگر نوار تدریجی رو مشاهده میکنیم. بله، اون قسمت پهلوی که در افتید و دست تیمور از اون طرف بود. از این لحاظ و زهری دادند، ولی فرصت هنوز خیلی زیاد است. اینجا دیگر مداری توقف کردن یا راهی بازگشت نیست، فقط حمله برای اجرای اصول های سراپا برای تیمور رحیموف و به همین ترتیب نتیجه را برابر کردن. یک دقیقه دیگر پایزنی، ولی فقط راهی اکنون ببینید فقط دفاع کردن و یک پایزنی زیبا. تیمورلان باشایف شاید کارد زرد بگیرد چون کم فعال است در این قسمت. 49 ثانیه دیگر تا لحظه پایانی. تیمور رحیموف که بسیار انفجاری شروع کرده بود رقابت های امروزه را در برابر تیمورلان باشایف، این حریف قامت پست و سیوی نگ این
عملی چندان موافق نخواهد بود تا معاینه برای تیمورلان باشایف. فوراً باید اجرای اصول کند تیمور رحیموف، وگرنه وقت سپری می شود. این بر سود اون است و یک اجرای زیبای اوچیماتا، اما دستی حریف چندان خوب کنترل نشد. تیمور رحیموف در برابر قدرت های جودوی جهانی و بار دیگر موقعیت تیمورلان میگریزد و فالشاتک. یک کارد زرد دیگر برای تیمورلان باشایف با سبب گریز از حمله حریف. بله، به همین ترتیب 16 ثانیه دیگر. موقعیت برای تیمور رحیموف چگونه است؟ اوچیماتا، ولی ببینید قدرت نمیرسد. 8 ثانیه دیگر اینجا فوراً باید خست. 5-4 ثانیه. بله ببینید دوستان چگونه باشایف وقت کشی میکند. 4 ثانیه دیگر. یک حمله سریع دیگر و این هم یک عمل کرده که از سوی باشایف صورت گرفت و با نهایی می رود تیمورلان باشایف و با آزمایی های تسلی بخش می رود تیمور رحیموف. شانسی دریافت مدال برای تیمور رحیموف هنوز از بین نرفته است. او شانس دارد تا برای به دست آوردن مدال از این مسابقات تلاش کند، ولی امروز تیمور رحیموف قدرت و توان بسیار خوب نشان داد. در برابر حریفان بسیار سرسخت مبارزه کرد، اما همینجا مسافه نزدیک در برابر قامت پست ها که خطرناک بود، همین مسافه را اگر نزدیک نمیکرد شاید این اتفاق در نمیافتید. ببینید چگونه همان گرمشتی که در گشتین ملی ما میگویند برای تیمورلان باشایف میسر شد و پرتاب او را نگیرو به این ترتیب به انجام رسانید و این یک وزری برای تیمورلان باشایف به ارمغان آورد.